امنیت روانی مسئله اصلی است. یکی از بزرگترین جنایت هایی که ایران اینترنشنال میکنه ترور روانی جامعه است. ترور روانی جامعه بسیار بسیار خطرناک، از جنگ بدتره، چون جنگ در یک لحظه دیدین که جنگ ایران و اسرائیل 12 روز اتفاق افتاد تموم شد، اما ترور روانی جامعه که در ایران اینترنشنال انجام میشه نه یک ماه پیش آغاز شده و نه بعد از جنگ پایان رسیده. بنابراین ما باید سعی کنیم با هم دیگه بگیم که اولا چه رسانه‌ای رو گوش میدیم، برای چی گوش میدیم، و در برابر رسانه هم باید یک مخاطب فعال باشیم. یعنی که هر چی که دیدیم و هر چی که شنیدیم اولا بلافاصله واکنش نشون ندیم، ثانیاً باور نکنیم، همه چیز رو بتونیم بفهمیم و بسنجیم. و شما اگر قرار باشه هر چی که میشنوید بلافاصله عمل بکنید، در حقیقت خودکشی کردید، دست به انتحار زدید. یکی از فجایعی که در ایران اینترنشنال اتفاق میفته نظرات شخصی، تأکید میکنم نظرات شخصیشون رو به عنوان خبر میگن، نظرات شخصی رو بدون خبر میگن. اگر مخاطب ندونه که این نظرات شخصیه، اون وقت فکر میکنه که اینا واقعیت، اینا دارن خبر نه از واقعیت. یعنی وقتی که من میگم که ایران اینترنشنال، تلویزیون ایران اینترنشنال رسانه جنگه، منظورم از جنگ فراتر از جنگ اسرائیل و ایرانه. منظورم اینه که این رسانه در هر شرایطی به اصطلاح جامعه رو به سمت جنگ سوق میده. جنگ لازم نیست که لزوما یه نیروی بیگانه حمله بکنه، بلکه جامعه به جان همدیگه میفته و با دروغ در حقیقت امکان همزیستی از بین میره. خب در ایران اینترنشنال این اتفاق متاسفانه به صورت سیستماتیک میفته، یعنی دروغ سیستماتیک شده در حقیقت کار ایران اینترنشنال. بنابراین تلویزیون ایران اینترنشنال یک رسانه تروریستی، یعنی ارعاب میکنه و همین بحران اخلاق که میگین، بله ایران اینترنشنال فرزند انحطاط اخلاقی و الان یکی از مهمترین سرچشمه‌های انحطاط اخلاقی در ایران. و این کلمه تحلیل و تحلیلگر رو انقدر لوس کردن، انقدر بی‌معنا کردن. یعنی چی کارشناس امنیت ملی؟ یعنی چی کارشناس؟ یعنی لیسانس داره، یعنی که ایشون در جایی کار کرده، ایشون در جایی درس داده امنیت ملی رو. کارشناس سیاسی یعنی چی؟ تحلیلگر سیاسی یعنی چی؟ تحلیلگر سیاسی به این معنی که ایران اینترنشنال به کار میبره، هیچ همه مردم رو کره زمین تحلیلگرن. تحلیلگر از نظر اینا یعنی این عقاید شخصیشو میگه. یعنی یک کلمه با اسم دکتر مهندس هم میانه، یا آقای هست که اصلا کارش فیزیکدانه، اخیراً هم اسم کوچیکش هم عوض کرده که یه ذره آریایی بشه اسمش. این بابا اصلا هر سیاست از بر سیاست نمیفهمه و مرتب دروغ میگه. یعنی شخص ایشون مرتب از انقدر بیشرمه که دروغ‌های خیلی کلان میگه و اینو میارن به عنوان تحلیلگر سیاسی. و جالبه سطح مصاحبه ها خیلی پایینه، یعنی از نظر تکنیک مصاحبه میگه آقا یا مثلا خانم فلانی فلان چیز فلان، به نظر شما چی میشه؟ تحلیل شما چیه؟ در آینده چی میشه؟ تحلیل در آینده یعنی همین چیزی که اتفاق نیفتاده به طرف، یعنی کاملا فالگیری و رمالی رو در قالب برنامه سیاسی به خورد مردم دادن. دیدن نادیده ها